دکتر یه توضیح شما در مورد این دوتا توضیح چکش بفرمایید. این زبون بسته، این بدبخت این شکلی بوده. ببینید این عاقبت گشتن با آدم سیگاری اینه. 12 ساله آقای مهندس یوسفان زحمت کشیده تو بیابون. این چکش همیشه هم همراهش نبوده، ممکنه همراه بوده ولی خب همیشه زیاد چکش نخورد. آره ببینید اینو اگر به شرکت ساخته این استوینگ، شرکت ساخته این چکش هاست، اگر حین کار کسی بتونه این چکش رو بشکنه هم وزنش طلا جایزه میگیره. این حالا شرکت استوینگ ادعا کرده اگر بتونید حین کار بشکنید وزنش هم فکر کنم 1 کیلوییه دیگه. اینا از اون یا نیم کیلویی هست کدوم هست؟ 1 کیلو. اینا 1 کیلو هست، 900 گرمی. و این زبون بسته از سر و ته نصف شده دیگه، تقریبا میشه گفت نصف شده. دوباره بذار این زاویه. نه اون پدر صاحب اینو آقای دکتر یوسفان در آورده در طول 12 سال زحمتی که کشیدن تو این بیابون. این زبون بسته از این روز به این روز افتاده. یه زمانی چکش کی بود خیلی اعتبار داشت میگرفتین دستتون تو کانازین؟ چکش علیکایی؟ نه یه چکش دکتر قدیمیه بود رفته بود، اونم یه همچی حالتی بود و بدبختم. آره ولی اینو فقط لژندا میفهمن که چه بلایی سر این چکش اومده.